اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما کتاب بیدان را در 23 درس از علم صرف از گراماتیک زبان عربی به پایان رسانیدیم و امروز این دوم کتاب است که از علم صرف از گراماتیک زبان عربی ما و شما شروع خواهیم کرد. نام این کتاب بناء الافعال مختصر بناء الافعال هست که این را بنده محمد شریف عبدالعلیم اختصار یعنی مختصر و کوتاه گرداندگی هستم از اصل کتابی بناء الافعال. بناء الافعال که 35 باب صرفی دارد، از اون 35 باب 22 بابش باب اصلی است و 13 باب باقی ماندهش بابهای ملحقات است که اون ملحقات را بنده در اینجا جای نکردم و فقط 22 باب اصلی فعلها را آوردم و بس. اکنون میگذاریم به یادرسی از اولین درسی که ما و شما از کتاب بیدان خوانده بودیم که الکلمتو، کلمه در زبان عربی. گفته بودیم به 3 قسم کلمه تقسیم می شود. یکمش اسم هست، این اولین درسی بیدان است. دوم فعل هست، سوم حرف است. این را ما و شما می دانیم، اما در اینجا چرا این رو من یادرس کرده ایستادم؟ به خاطر آنه که شما در ذهنتون داشته باشید که حرف، علم صرف تقسیم میکند به حرف، اما درباره حرف علم صرف یگان چیز نمیگوید. درباره حرف علم صرف گپ نمیزند. ببینید، علم صرف به این کار ندارد. درباره اسم باشد علم صرف دخالت میکند، لیکن کم، بسیار نه، زیرا که اسم هم کم تغییر مییابد. یک تگه و دو تگه و جمع و تکسیر میشود و خلاص به همین ها. یعنی اسم بسیار تغییرات بسیار نمییابد. از این حساب علم صرف، حالا که ما در بیدان خواندیم و در اینجا میخونیم، علم صرف درباره اسم گپ میزند کم، لیکن درباره فعل زیادی اندر زیاد گپ میزند. درباره فعل خیلی زیاد گپ میزند، زیرا اینکه فعل از تغییر مییابد. فعل ماضی، فعل مضارع، فعل جهت، فعل نفی، فعل امر، فعل نهی، اینها همه فعل هستند. پس از این حساب است که فعل، علم صرف درباره فعل بسیار گپ میزند. اما کتاب بیدانه که ما شما خوندیم درباره اسم گپ زد، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول و اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، اسم تفضیل، بعضی وزنها را برای ما گفت. اما در فعل هم همچنین این چیزها را خواندیم در بیدان. فعل ماضی، فعل مضارع، فعل جهت، فعل نفی، فعل امر، فعل نهی خواندیم. اما در این کتاب درباره اسم یگان چیز نمیخونیم، یگان وزن درباره اسم نمیخونیم. در این کتاب فقط درباره فعل میخونیم و بس. فقط درباره فعل میخونیم. 22 بابی که میگویم در علم صرف هست، این 22 باب از فعل است، از اسم نه، از فعل. 22 باب از فعل می باشد. پس این را در ذهنتان داشته باشید که این کتاب 22 باب صرفی فقط درباره فعل است و بس. پس این را حذف میکنیم و اینجا را پاک میکنیم، زیرا اینکه حالا اینجا برای نوشتن برای ما و شما فایده دارد. این چه که نوشتیم این را در ذهنتون داشته باشید. اکنون بیایید میگذاریم به کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال که در این کتاب چی میگوید، چی نوشته کردم. بنده در اولش یک خطبه حاجه گذاشتم در صفحه 1. هر کسی که این کتاب را دارد خوب، کسی که ندارد پی دی افش رو در زیر همین ویدیو در یوتیوب میگذاره، میتونید که شما پی دی افی همین کتاب رو پیدا بکنید. خب نوشته کردم اولا که بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد. این بود خطبه حاجت. خب اکنون میگذاریم به مقصد که علم صرف مختصر بناء الاطفال، مختصر بناء الافعال چی چیزها را در بر میگیرد. در این دوونیم خطی که شما میبینید، هر کسی که میتوند این را اگر حفظ بکند بسیار فایده خوبی به دست آوردگی است. خب چی میگیم در اینجا؟ میگیم اعلم ان ابواب التصریف 22 بابا. میگد که بدان بابهای صرفی 22 باب هست. ببینید همگی چند باب داریم ما؟ 22 تا. بابهای صرفی میگد همگی 22 باب است. اکنون این 22 باب به چند قسم تقسیم میشید؟ پیشکی ما گرفتگی بودیم. ببینید به 4 قسم، به 4 قسم این 22 باب تقسیم میشد. این 4 قسم است. ببینید 22 باب به 4 قسم تقسیم میشد. بیا میخونیم که اون 4 قسم چی و چی است. میگوید که 6 منها لثلاثی المجردی. میگوید که 6 بابش برای ثلاثی مجرد است. دقت بتید نام های اینها را از یاد بکنید که بسیار مفید است. ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد. و میگوید و 12 منها لثلاثی المزید. و 12 تا دیگرش میگه نامش ثلاثی مزید است. ثلاثی مزید. اکنون میگوید که و 1 منها لرباعی المجرد. و یک باب دیگه برای باب رباعی. دقت بتید رباعی مجرد هست، مجرد. و 3 منها للرباعی المزیدی. 3 تا دیگرش میگوید برای رباعی مزید است. دقت بتید رباعی مزید. اکنون این هست تقسیم این باب ها. یکم 6 باب، ثلاثی مجرد 6 باب داریم، ثلاثی مزید 12 باب داریم و رباعی مجرد 1 باب داریم، رباعی مزید 3 باب داریم. همگی چند تا می شود؟ 22 تا. این را حرکتش بگذاریم به خاطر یگان کس حفظ کردن. رباعی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید و رباعی مجرد و رباعی مزید. این نام هاشون هست و این تقسیماتشون هست. این تقسیم در ذهنتون داشته باشید که بسیار مفید است. یعنی 22 باب و 4 قسم تقسیم می شود. ثلاثی مجرد 6 باب، ثلاثی مزید 12 باب، رباعی مجرد 1 باب، رباعی مزید 3 باب. اکنون ثلاثی ما شما میدونیم، ثلاثی یعنی 3 حرفه، رباعی یعنی 4 حرفه. مقتضی که فعل با 2 قسم تقسیم می شود. رباعی می شود، معذرت میخوام، ثلاثی می شود بعد رباعی. ثلاثی و رباعی هست و بس. اما مجرد معناش چیست؟ مجرد در اونجا خوانده بودیم حرفای اصلی، یعنی حرف زیادتی ندارد. مجرد حرفای اصلی، اما مزید حرفای زیادتی دارد. از غیر حرفای اصلیش یگان حرف دیگر زیادتی دارد. اونها را ما گفتیم از کلمه سألتمونیها زیاد شدگی است. پس اون را میگن مزید. همچون رباعی مجرد اصلی و رباعی مزید یگان حرف زیادتی دارد. پس این هست 22 بابی صرفی. اکنون بگذاریم به باب اول. این را همچنین حذف بکنیم، این را نوشته بگیرید و در ذهنتون جا کنید. اکنون بیایید باز یک بار دیگر از اول کتاب میخوانیم که صاحب کتاب چی میگوید. صاحب کتاب میگوید اعلم ان ابواب التصریف 22 بابا. میگه بدون که علم تصریف، علم صرف هر یک چیز است. میدونیم بگیم علم صرف، میتونیم بگیم علم تصریف. علم صرف و علم تصریف همگی 22 باب دارد. اکنون این 22 باب 6 منها لثلاثی المجردی، 6 تاش باب ثلاثی مجرد است. و 12 منها لثلاثی المزیدی، و 12 تاش برای ثلاثی مزید است. و 1 منها لرباعی المجردی، 1 باب باب رباعی مجرد است.
و ثلاثه منها لرباع المزید و 3 باب رباعی مزید است که همگی می شود 22 باب. اکنون الباب الاول، از باب 6 بابی اول شروع میکنیم. از بابای چی است؟ این باب اول از کدام باب است؟ از باب ثلاثی مجرد. از باب ثلاثی مجرد، الباب الاول یعنی باب یکم. اینجا همچنین نوشته کردیم که یک یعنی باب یکم. صاحب کتاب میگوید که وزنه فعل یفعل، یعنی ترازویی که ما باب یکم رو میکشیم فعل یفعل هست. این دو حرکت شما چقدر دقت بتید، این دو حرکت بسیار رول بازی میکند در این درس ما. یفعل، ببینید فعل یفعل، دقت دادید؟ این چی است؟ این ترازو است. به این اکنون کلمه را میکشیم. ما چیکارش میکنیم؟ میگه موزونه، یعنی هم وزن فعل یفعل نصر ینصر است. ببینید نصر ینصر، نصر ینصر، دقت دادید تغییرات در کجا شد؟ عین ببینید فتح است، نصر صاد عین باب است فتح است. یفعو عین ببینید ضمه است، ینصو صاد عین باب است چی است؟ ضمه است. پس ما همین طور فعل دیدیم، پس میدونیم که از باب چی است؟ از باب یکم. میتونیم مثلا در اینجا چندین مثال ها را بیاریم. مثلا بگیم که قاتل، ببینید قاتل یقتل، دقت بتید یقتل یقتل. یا میتونیم بگیم که قعد یقعد یقعد، ببینید قع این عین باب است، ببینید فتحه است. یقعو یقتل این عین باب است، ببینید ضمه است. پس اینها همه این فعل ها از باب چی بوده است؟ از باب اول، از باب یکمی 22 باب صرفی که این باب را گفتیم باب ثلاث مجرد. یکمین باب ثلاث مجرد باب فعل یفعل نصر ینصر است که این را بسیار وقتی که میگوین باب یک نصر ینصرش میگوین، یعنی که از موزون میگوین، زیرا که فعل یفعل این بسیار میاد و تغییرات وارد شدن میگیره در همین ترازو. این را ما در ذهنمون جا کردن کم ترک مشکل است. این کلمه را از یاد کنید که باب یکم چی بوده است؟ نصر ینصر. ترازومون چی بوده است؟ فعل یفعل. اکنون چی میگوید؟ ما از کجا بدانیم که این باب این فعل ها از این باب است؟ از کجا بدانیم؟ علامت و نشانهش چی است؟ صاحب کتاب میگوید و علامته، یعنی نشانهش همین است که ان یکون عین فعله مفتوحا فی الماضی، میگوید که عین فعلش مفتوح است در ماضی. عین فعل دقت بتید، این فعل ماضی است، عین فعل چی است؟ مفتوح است یعنی فتحه دارد. این مضارع است، عین فعل چی است؟ ضمه دارد. ببینید عین فعل فتحه، عین فعل فتحه، عین فعل فتحه و اینجا همچنین عین فعل فتحه. این در فعل ماضی میگه عین فعلش چی است؟ فتحه است. و مضموما فی المضارع، در فعل مضارع عین فعل چی است؟ ضمه است. ببینید عین فعل ضمه، عین فعل همش چی هستند؟ ضمه هستند. پس از همین جا ما شناختیم که نصر ینصر، قتل یقتل، قعد یقعد از باب اول هستند، زیرا اینکه ترازوی ما فعل یفعل است. ترازوی ما چی است؟ فعل یفعل. هر چیزی که به همین وزن طوری گرفت اون از باب یکم است. خب نصر ینصر یعنی یاردم کرد، یاردم میکند. قتل یقتل کشت میکشد. قعد یقعد ششت مینشیند. این ترجمه هایشان. خب و بناؤه، اکنون این فعل ها بناش ساختش برای چی است؟ ما فعل به چند قسم ها تقسیم می شود. مثلا فعل گرفته بودیم که از دیدگاه حرف تقسیم می شد، ثلاثی و رباعی دو تقسیم، و از دیدگاه حالا از دیدگاه معنا با فعل به دو قسم تقسیم می شود. یکمش میگویند متعدی، ببینید متعدی، دیمش میگویند لازم، فعل لازم، متعدی و فعل چی؟ لازم. این همچنین تقسیمات فعل است.
متعدی و لازم. متعدی چی است؟ لازم چی است؟ اینجا در قاعده دارد که در آخر همین کتاب در صفحه دوم آوردگی هستیم. آخر همین باب یکم در صفحه 2 در بیایید این را اولا میخونیم. میگوید که المتعدی، میگوید فعل متعدی هو ما يتجاوز الفاعل الى المفعول به. متعدی فعل است که میگذارد فاعل را به مفعول به، یعنی تجاوز میکند فاعل را میگذارد. اما لازم، فعل لازم فعل است که تجاوز نمیکند فاعل را، نمیگذارد فاعل را به مفعول به، بلکه واقع میشود در نفس خود فاعل، در نفس فاعل خودش در واقع می شود. بیا اکنون مثالش را بنویسیم تا اینکه این گفته هامون واضح شود. صاحب کتاب میگوید که مثال المتعدی، مثال متعدی، مثال متعدی چی است؟ اولا و بناؤه، و بناش گفتیم فعل به دو قسم تقسیم می شود، اما ساخت باب اول بناش میگه للتعدیت غالبا، بسیار وقت فعل متعدی می آید. باب اول بسیار وقت متعدی هست و قد یکون لازمه، و گاه لازمه می آید، یعنی بسیار وقت متعدی و گاه لازم. اکنون متعدی چی است؟ مثالی که صاحب کتاب خودش آورده است، ببین را میخونیم. صاحب کتاب میگه که مثال المتعدی، مثال متعدی مثلا میگه که ناصر زیدون عمران. دقت بتید، ناصر زیدون عمران مثال متعدی. مثال لازم چی است؟ مثال لازم صاحب کتاب خودش میارد که میگوید خرج، ببینید خرج زیدون، خرج زیدون. دقت دادید، این فعل متعدی است و این فعل متعدی است و این فعل لازم است. هر دین باب ها از باب یکم است. نصارا یعنی سورو، ببینید خرج یخرج، عین باب در فعل مضارع ضمه می شود، از باب یکم است. اکنون این چی است؟ متعدی است. این نصارا فعل متعدی است. متعدی را ما چه گفتیم؟ هو ما یتجاوز الفاعل لمفعول به. متعدی فاعل را به مفعول به میگذارد. این فعل است، این فاعل هست، این مفعول به است. اکنون متعدی فاعل را میگذارد به مفعول به، یعنی که یاردم کرد زید، کی رو یاردم کرد؟ عمر را. ببینید فایده به سر کی آمد؟ به سر عمر، یعنی یاردم رو کی گرفت؟ عمر گرفت. از این حساب میگه که نصر فعل چی است؟ متعدی است و باب اولا غالبا انا همین طور مفعول به دارد، یعنی بعد فعل مفعول به می آید، فعل متعدی است. اما فعل لازم گاهی از باب اول می آید. خرج زیدون، زید بیرون شد، ببینید مفعول به ندارد، زیرا اینکه خرج فعل لازم است و مفعول به ندارد. اما لازم گفتیم که هو ما لم یتجاوز الفاعل الى المفعول به، یعنی که فعل لازم تجاوز نکرده از فاعل رو، یعنی نگذشته از فاعل رو به مفعول به، یعنی ببینید که مفعول به نداره. اینجا مفعول به داره، این مفعول به نداره. پس مفعول به ندارد، تجاوز نکرد، بل وقع فی نفسه، بلکه خستن در بالای خود زید واقع شد. یعنی خست، کی خست؟ زید خودش خست، یاردم کرد، فایده را کی گرفت؟ یاردم بالای کی دا واقع شد؟ بالای عمر دا. پس این متعدی است و این باشد لازم که مفعول به ندارد. دقت دادید؟ پس این رو میگن فعل متعدی و لازم. باب یکم بیناش غالبا متعدی می آید، گاه لازمه می آید، لیکن غالبا متعدی می آید. پس این هست بینای باب اول. و در اینجا بنده همین عباره ها را اعرابش نوشتگی هستم. اصلا این برای علم نحو است، لیکن من در اینجا جاش کردگی هستم که الاعراب، یعنی اعراب کلمه نصر زید عمرا همین است که نصر فعل ماضی مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، زيد فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، عمرا مفعول به منصوب علامت نصب الفتحه الظاهره. این اعرابش یعنی تعلیلی همین جمله هست، تحلیلی همین جمله. اما خرج زيد، خرج فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، زيد فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. ببینید این چی است؟ این تحلیل این
دو جمله است که در اینجا نوشتگی است، شما میتونید که از اینجا بخونید و حفظ بکنید. این در علم نحو برای ما بسیار فایده دارد. این اعراب تحلیل کلمه وابسته به علم صرف نیست، وابسته به علم نحو هست. پس این هست باب اول. پس ما اکنون دانستیم که باب اول فعل یفعل موزونش نصر ینصر است. اگر کسی شما را سوال کند که باب یکم چی است، میگوید که نصر ینصر. ترازوش چی است بگم، میگوید که فعل یفعل، یعنی وزنش چی است؟ فعل یفعل. لیکن باب اول را با نام نصر ینصر در ذهنتان داشته باشید. اکنون درس اول ما و شما باب اول با همین به آخر رسید. ما و شما در بدان گفته بودیم که عرب از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکند. اکنون این اشتقاق های 12 گانه را در اینجا نوشتم: ماضی و مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، جهت و نفی، امر و نهی، اسم زمان، اسم مکان، اسم حالت، اسم تفضیل. 12 تا را نوشتم تا اینکه شما از اینجا ببرارید همین 12 دانگه را. یعنی که مختصرا نوشته میکنم، دقت بدید. مثلا میگوییم که فعل ماضی نصر، خودش فعل ماضی است. ببینید نصر فعل ماضی 14 صیغه داشت، نصر تا آخر شد. اینا شما تکرار کنید تا اینکه در ذهنتون بیاید. فعل مضارعش ینصر همچنین 12 صیغه دارد. ینصرون تا 14 صیغه. ینصر. اسم فاعلش چی می شود؟ ناصرون. ما شما گفته بودیم که از 6 باب اول بر وزن فاعلون می آید. پس این باب یکم از 6 باب اول است، از این حساب ناصرون. و اسم مفعولش می شود منصورون. ببینید منصورون همچنین ما گفته بودیم از 6 باب اول بر وزن مفعولون اسم مفعول می آید. پس منصورون اسم مفعول نصره هست. فعل جهتش باشد لم ینصر. فعل نفی باشد لا ینصر. فعل امرش باشد انصر. و فعل نهیش باشد لا تنصر. و اسم زمانش باشد و اسم مکان هر دینها یک خیل می آید، می شود که منصرون. ببینید منصرون اسم زمان و مکانش می شود منصرون. همچنین مصدر میمی می شود منصرون. زیرا که ما گفتیم از باب فعل یفعل، از باب دوم و از باب دوم باشد به مثل ضرب یضرب منصرون می شد. لیکن از باب یکم که است، از باب یکم منصرون می شود اسم زمان و مکان بر وزن مفعلون گفته بودیم در کتاب بدون که اسم زمان و مکان است. پس اسم زمان و مکان می شود منصرون. اسم آلتش چی می شود؟ می شود منصارون. بر وزن چی؟ بر وزن مفعالون. منصارون. اسم تفصیلش می شود انصارو. ببینید انصارو. پس این هست اشتقاق های 12 گانه. اینها را تا با آخر شما چکار کنید؟ تلفظ کنید. مثلا 14 صیغه این معلوم مجهولش را، 14 صیغه معلوم و مجهول را، 6 صیغه و از این 14 صیغه و از این 14 صیغه، از این 6 صیغه و از نهی 8 صیغه و از اسم زمان و مکان 3 صیغه، اسم حالت 3 صیغه و از اسم تفضیل 6 صیغه. اینها را تکرار کنید تا اینکه کتاب بدان فراموش نشود. پس این بود درس امروزه ما و شما، باب اول از 22 باب صرفی. در اینجا درس امروزه را به پایان میرسانم و تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق باشید. درس آینده ان شاء الله باب دوم از 22 باب صرفی را خواهیم گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.